ربات هوش مصنوعی که خریدای خونه رو انجام میده. ما داریم با سرعت نور از عصر چت‌بات ها به عصر هوش مصنوعی تجسم یافته حرکت میکنیم. جایی که دیگه هوش مصنوعی تنها حرف نمیزنه بلکه دنیای واقعی عمل میکنه. این سناریوی علمی تخیلی که شرکت‌هایی مثل تسلا روی آن قمار کردن 3 تا ضلع اصلی داره که با همدیگه میان بررسیش میکنیم. اولیش مغزه. دستیار هوشمند شما دقیقاً میفهمه که چه چیزی تموم شده و خودش سفارش میده. دومین بدنه. ربات‌های انسان نما در فروشگاه‌ها با ظرافت دست انسان‌ها بهترین میوه‌ها رو براتون دستچین میکنه. و سومین مورد حرکته. خودروهای خودران بسته رو بدون نیاز به راننده دم در خونه تحویل میدن. به همین راحتی. به نظرتون خطرناک میتونه باشه یا یه پیشرفت عظیم؟